دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 15 نوامبر سال 2025 میباشد و حالا من به شما میخواهم که یک نمودی تجارت یا کار در خانه، بیزنس در خانه رو به شما نشان دهم. یعنی که از خانه نبرآمده، از حوالیتون نبرآمده شما بیزنس میکنید. ما یک درخت داریم، درختی خرما. همین خرمای کلچه خرما، همین کلچه خرما است. کلچه خرمای تومچ است، دانه ندارد. لیکن این رو اگر اینکه خورید تومچ است، این رو میموند میستد ملایم میشود بعد میخورید. لیکن از تومچ است. ما اینو چیکار کردیم؟ مثلا ما تجربه کردیم. ما همین خرما رو چیندیم و سری من کرد. خرما رو چینده با همین سبزی تازه کنک پوستش رو گرفت. منم خیلی پوستش رو گرفت و در نوار نشان دادگی بود. در نوار نشان دادگی بود. این رو اگر یک سر کنید بعد یاد میگیرید، پروفسیونال شده میروید. این از من دیدید، منم خیلی پوست کرد، نقص پوست کرد، خلاصی گپ من خیلی پوست کردیم. من نبینید بعد از پوست کردیم، دیدید این پوستش. بعد با رشته غفز یا ژیل کاسکو ماهیگیری از قسم پایانی همین یا از نیناوده بسته هم خیلی 15-20 بستو در درون آب جوش آمدگی زده گرفته کشو کرد، آویزان کرد. تخمینا 2 هفته آویزان شد و انا همین نمود خوش شد. این نمود ما گرفتم، پس این از بالایش جخیدیم، نمودی خوشروی شد، رنگی انجیر شد، از بالایش جخیدیم و این رو بینید خیلی محصولات خوش صفت ما گرفتیم. ما وقتی از کوچه گرفتیم باز یک مرتبه دیگه شسته در گرمی موندیم، تیزکه خشک شد و این انجیر گفتم، این انجیر که مانند است انجیر گفتم. این خرمای تومچ بود، خورده نمیشد. باور کنید وقتی که آویزان کردیم در اومده 10-15 روز یک اومده تومچی نیست، چون شیرین شده که به آب خورده نمیشد. این رو شما اگر که همیشه کنید، آویزان کنید و بعد همیشه پچک کنید، این رو بعد نکنید من میشود. لیکن دیگر رو من دیدم در بازار این آرد شکر است که سخر پودره هوایده میزنن و بعد چیکار میکنن. من همین پوستش رو دیدید، این پوستش رو نیز ما خشک کردیم. این پوستش رو نیز ما خشک کردیم. ببینید انا یک قبه در پایان است، یک قبه در پایان است. بولو با پوستش رو میمونید برای بازیبیش و باز این رو میمونید. از بولویش من مثال میگیرم، شما هم خیلی ظرف گرفتید برای فروختن در بازار، از بولویش هم خیلی محکم میکنید. بولویش نام شرکت خودتون رو شیرش میکنید، کلی میکنید، میبندید و میتونید در بازار این 1 کیلوش ممکن 30-40 سوم باشد، ممکن، چون که این محصولات به نهایت محصولات بهتری است. من نرخش رو نمیدونم، من همین تخمینا گفته ایستادم. همدیران عزیز و زیادتش رو من میبرم، میشکنم، میخورم، شما تماشا کنید درونش هست. این تومچ بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم بولش علاقه رنگی پوست شده است، قوس شده گرفته است. انا بینید درونش انجیر برین، شکر مرملاد برینش است. بینید نبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. خوردم من در شما مزهش رو گویم، من خوردم، هر روز خورده ایستادیم. مزه این باری با مزه یکان چی نسولی. همین پوست درونش که چنان شیرین است. همین پوستش میدونید بهاران آچامون
خدا رحمت کنه مادر من سومانک میپخت، سومانکی تاگه خاکستری تنوری اون پوستش هوای مزه میتید و این پول همین 10-20 درخت داشته باشید شما از همین نوعش فکر میکنم دونادورش مقدر نمیشه در همین نوع چون نون با مزه میشه که این نگفتنی ده نگفتنی یگان میخواد با مزه یگان چی نمیبرد خربوزه در مزه پیشی هیچی این شیرینی این امید ببینید این انجیر برین چی برین نمیدونم این هم قدر با مزه شده که بسم الله الرحمن الرحیم از شیرینیش یک تاشو میخورید بسیار بسیار خورید اگر 2 تاشو میخورید سیر میشید و همین تومچ هست همین الان خیلی شیرین با مزه شده است الان دوران عزیز این یک بیزنس است من میدونم در خرم‌تپه هست سیخ‌هایی که کار میکنند درشون قلف اگر سیر نباید بیرون نه خوش کردن خرما سیرش نباید که خلق یاد میگیرد من به پول داشتم نشان دادم چیکار کردن کار ها چیکار خوش کردگیمون نوارش هست در گروه سریم از اول تا آخرش کرده پرتسگی بود اکنون نتیجهشو پرتم این حالی بازی رو پودره شکر زنیم اینجا مونیم این رنگ این حالی میدونه چی رنگ میگیرد این علاقه من سیاه شده رفته است این رنگی شکلات نمیگیرد این خیلی سیاه میشه دال ایستوده من اینش ببینید من اینش ببینید دیدی این رنگ شکلات نگیرد این سیاه شده میرود این با این ببینید این یه مورا زیباش بچنون با زیب میشود که سیب سیاه چرنگ میشود تبر میگن که انا هوای پیدا میکند این من باور کنید در بازار اینا ممکن خریدگی آدم دویم میخرد چون که با مزه این به نهایت با مزه نه به نهایت با مزه نبینید خوردن میگیرید نبینید اینه چی نمیخورید این مرملت تاجیکی خودمون همین آذربایجان و ارمنا میکنن میفروشن ازبکستان هم یاد گرفتگی ازبکستان هم تون کدام میفروشه تاجیکستان مو کم میکنن در بازار این حاضر نرخ خودشم 10 سومون من خریدم برای خونم و شکلات میشه کنید بچه یاد گیریتون هنر یاد گیریتون من هم خیلی اوپاکوفکه کدام فروختن میگیرید در خونه پول یافت میشود خودش هم در خونه تون اومده خریده بیزنس منو میبرن رسیه میبرن اینا میده با وجدانم نمیدیم با مزه گیره خواهم درون عزیز من با خود چای آوردم برای چای قطع خوریم به چای نمیشود کنید و زندگانتون رو پیش برید و فروشید و باشید این مسئلتی به پول شما